دیگه به نام توسل. امروز که تو اگر طواف در گرد قبر نکردی میگه اینمی وهابی است، امیر عقیده میدانه، حالم که امی شرک است، امی شرک است، یه عقیده نیست. در کدام کتاب حنفی ها وجود داره یا امام ابو حنیفه یا شاگردایش یا در کتابش گفته که روز نوروز جنده در سر قبر علی رضی الله بالا شود، ولو که در کوفه عراق به اصل قبرش باشه؟ پیدا کرده میتونن؟ سند داده میتونن؟ این خرافات از کجا پیدا شده؟ این دین تحریف کرده رو ایستن. ملا همونجا حاضر نمی باشه، لنگی سفید همونجا حاضر نمی باشه، خود که ساداتو نسبداری پیغمبر علیه السلام شمار میکنه، میراثخوری همینطور گپای خرافات امیان نیستن. کیست؟ به نام ایشان و به نام سادات و به نام فلان و فلان آخونزاده و نیازاده، کلی خرافات و سحر و جادو و نعوذ بالله شرک. امی مردم که خدا منصوب به نسبای پاک میکنن، امیا نمیکنه. از کجا سند داره، دلیل داره؟ اول قبری علی رضی الله ثابت کنه که مزار است، کس مرد باشه ثابت کنه قبر. این قبر بالکل قبر، همینجا قبر. آیا در سر قبر چی میشه؟ جنده بالا شدن، بیرق بالا کردن چی است؟ این نشان کی است؟ شما در اینترنت سعی کنید، این نشان بت پرستاست. دیدیش جنده بالا کردن از بالا؟ بلکه در حقیقت نشان نعوذ بالله آله تناسلی که عبادت میکنه از اونم واسطه. برید ببینید. خیلی امروز اگر ما این گپ بزنیم دستی میگه سیکو عالما را تشبیه به این دادن. ما شما را تشبیه ندادیم، شما کاری را میکنید که خود مشابه از ما میسازید. ما نمیگیم تشبیه، خودتون اگر در اسلامی سند داره برای ما پیش کنید، اگر نداره از کجا گرفته، از کدام دین گرفته، حتما از یک جای گرفته. در کجا است؟ او را روز خاص کو، روزم در روزی که زردشتی ها او روز معظم میداره، او قابل قدر میداره، ابو روزم. این در کدام کتاب است؟ یا خدایی نیست که 4 دانه عالم و مولا در اینجا موجود باشه. کجاست؟ کارته سخی، اینجا کارته سخی میگن. قسم داده میتونی که علی رضی الله در اینجا پایش آمده؟ چطور کارته سخی میگی برش؟ اینجا چی هست از سخی؟ سم دلدل و اوخوری دلدل 1000 دانه در افغانستان وجود داره، شای مردان 1000 جای است. علی رضی الله در افغانستان آمدن؟ ثابت کرده میتونی؟ خود دین چی را میگه؟ عقل کجا رفته؟ این عقل که الله برای ما داده روان است هم میتون امعه بی دلیل بی سند رما واری روان باشیم. الله برای ما استعداد داده. الله که در جهنم میبره کسانی را میبره که وسایل داده شدگی الله را استفاده نمیکنه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. الله برای قلب داده، چرا از فقاهت کار نمیگیری از عقل؟ ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. چشم الله برات داده، گوش الله برات داده، خود نمیدانی به یک عالم حق پرست گوش میگی. عجیب افغانستان است، یک ملای مزخرف نشسته چیزایی را به مردم گفته رئیست شما باور به الله بکنید که انسان خجالت میکشه از گفتن از مردم برش نشسته باز گریان میکنه. عجیب است. این اسلام تنها به گریان اسلام میشن. الله از پیشت حق طلب میکنه. این عالم که گپا را برات میزنه برآمده نمیتونی. از آیت قرآن در هر طرف که میره آیت قرآن را دیوال کرده برات. هر طرف که خیز میزنی آیت قرآن را 4 طرف دیوال است. کدام طرف خیز میزنی؟ این گپا قطعی تو مکالمه میشه. جواب بده که مشرک هستی یا نه که موحد هستی. پس همین مردم که همین طور آدم بد نگویه، کی بد بگویه؟ راست نبگویه. و دیگ که پیسه جمع میشه و آقایی که دستش بوسه میشه در کل عمر کلند از دست خود نگرفته، آبی دستشان مردم در جان خود میمانه. او را که این گپا را بزنی خوب آلی او مجبور است که سری تو فتوا بلگانه. 20 مورد خدا علیه تو تحریک کرده میتونه؟ نمیتونه؟ میتونه. لیکن این وظیفه کی است؟ مسئولیتی کی است که این مبارزه را ادامه بده؟ شما که در اینجا در چند روز برای مسابقه اینجا آمده کتاب میخونه به خاطر آمده
که در مسابقه کامیاب شیم یک چیزی بگیریم. شما در چند روز ایره درک بکنی که مسئولیت ما چی است. وقتی شرکی قدر گناه خطرناک و بزرگ است و ملت ما در این مبتلا است، ما چه قسم بکنیم؟ پانتون خواندن برای ما خیلی فرض و ضروری است یا دعوت دادن به سوی توحید الله کدام میشه؟